همزمان با بالا گرفتن تنش‌های لفظی میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ از آغاز طرحی برای رهایی کشتی‌های متوقف شده در تنگه هرمز خبر داده. او این اقدام را تلاش انسان دوستانه عنوان کرده که با هدف کمک به کشورهای انجام می شود که در منازعه جاری نقش مستقیم ندارند. رئیس جمهور آمریکا در عین حال هشدار داده است که هر گونه اخلال در اجرای این طرح با پاسخ جدی از سوی واشنگتن همراه خواهد بود. هدف اسکورت کشتی‌های سرگردان در تنگه هرمز به مناطق امن است. این تلاش ماهیت بشردوستانه دارد و بیشتر کشتی‌هایی که در این مسیر تجاری گیر افتادند هیچ ارتباط به درگیری‌های فعلی ندارند. نیروی دریایی ایالات متحده مسئول خروج ایمنی این کشتی‌ها خواهد بود. ترامپ همچنین تاکید کرد که نمایندگان واشنگتن گفتگوهای بسیار مثبتی با ایران دارند و این مذاکرات می تواند به نتایج مثبت برای تمام طرفها منجر شود. در حال ترامپ مذاکرات با تهران را مثبت می داند که وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بار دیگر بر تعهد پاکستان نسبت به تقویت تعامل سازنده تاکید کرده و افزوده که گفتگوها و دیپلماسی یگانه راه مؤثر برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات و دستیابی به صلح پایدار در منطقه و فراتر از آن است. در سوی دیگر ایران با ابراز نگرانی از این تحرکات اعلام کرده است که هر نوع مداخله آمریکا در نحوه مدیریت این مسیر راهبردی نقص آتشبس محسوب شده و میتواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد. هر گونه دخالت امریکا در رژیم دریایی جدید تنگه هرمز نقض آتشبس تلقی خواهد شد. تنگه هرمز و خلیج فارس به اظهارات موهوم ترامپ اداره نخواهد شد. هیچ کس بازی مقصرنمایی را باور نمی کند. همچنین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرده که امنیت تنگه هرمز تحت کنترل نیروهای مسلح ایران است و هر گونه عبور و مرور باید با هماهنگی نیروها انجام شود. این قرارگاه ضمن هشدار به نیروهای خارجی به ویژه آمریکا تاکید کرده که هر گونه اقدام تهدیدآمیز یا ورود بدون هماهنگی با پاسخ سخت مواجه خواهد شد. طرح جدید ترامپ برای حمایت کشتی‌های توقیف شده در تنگه هرمز با واکنش‌های داخلی نیز مواجه است. آروان دیوید میلر دیپلمات پیشین آمریکا نسبت به عملی بودن این طرح ابراز تردید کرد. او هشدار داد که برای هدایت کشتی‌ها ناوهای آمریکایی باید وارد تنگه شوند، اقدامی که به گفته او آنها را در معرض حملات ایران، پهپادها و مینه‌های دریایی قرار می‌دهد.